سلام بچه ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. به جلسه اول دوره رایگان تعمیرات پکیج و آبدمکن خیلی خوش اومدین. خیلی دوستتون دارم. آفرین به شما که برای آموزش و برای بهبود شرایط مالی زندگی خودتون وقت میذارین و این دوره رایگان رو انتخاب کردین. مطمئن باشید که در انتهای این دوره رایگان قرار هستش که به شما عزیزان کمک بکنم تا تک تک شما بتونید درآمد خودتون رو 3 برابر بکنید. الان اگر 20 میلیون دارید حقوق میگیرید، درآمدتون میشه 60 میلیون تومان. اگر 30 میلیون تومان دارید حقوق میگیرید، کمکتون میکنم با تعمیرات پکیج و آبدمکن درآمدتون به 100 میلیون تومان برسه. اگر که یه مقدار صبر بکنید در ادامه جلسات کامل براتون توضیح میدم. فقط درخواستی که ازتون دارم یه دونه دفترچه بچه‌ها برای خودتون بردارید. نکاتی که بهتون میگم حتما یادداشت بکنید، چون تعداد جلساتمون به مرور زمان زیاد میشه و نکات فرار هستش. توی این جلسه چی میخوام بهت بگم؟ میخوام چیزی رو بهت بگم که هیچ کس نه دوست داره تو بدونی و اصلا نمیخواد به تو بگه. میخوام بهت بگم که آقا جون، اصلا چرا در واقع ما باید پکیج شوفاژدوری و آبدمکن رو یاد بگیریم و چه مزیتی این شغل داره که هیچ شغل دیگه توی ایران نه تنها تو دنیا نداره. اولین دلیل این که ما باید حتما تعمیرات پکیج و آبدمکن رو یاد بگیریم چی هستش؟ اینه که داخل خونه همه مردم ایران هست. شما داخل یه دونه خونه رو توی ایران و خارج از ایران پیدا بکن که داخلش پکیج یا آبدمکن نباشه. چون آبدمکن ها در واقع تو نقاط دور افتاده و اینا هستن، اونام در واقع خونه هایی که داره ساخته میشه همشون داره میاد سمت چی؟ پکیج. طبق نظر سازمان نظام مهندسی خونه جدیدی که ساخته میشه، اگر قبلا خونه کلنگی آبدمکن داشت، الان 100% باید پکیج باشه. شما داخل خونه‌تون میخواین حموم برین، از آب گرم روشویی ظرفشویی استفاده بکنی، مگه میشه داخل خونه‌تون در واقع پکیج یا آبدمکن نباشه؟ پس تموم شد رفت. چون داخل خونه همه مردم ایران هست، پس مشتریشم تا دلت بخواد زیاده. شما تنها کاری که باید بکنید توی این دوره من بهتون یاد میدم چطور تعمیرات و نصب پکیج و آبدمکن رو انجام بدی. میری پول در میری نوش جونت. از اون پولم که در میاری 1000 تومان هم نمیخواد به من بدی. فقط در حق ما یه دعایی بکنید برای ما کافی هستش. این نکته اول بود که می‌خواستم بهتون بگم. نکته دوم چیه؟ چرا باید ما پکیج یاد بگیریم؟ چون خیلی راحت میشه یاد گرفت. شما پکیج اگر که متر بکنید، 1 متر در 50 سانته. یه تجهیز کوچولو یا آبدمکن هم همینطور کوچولو که اگر شما دانش آموز 15 ساله هستین یا بازنشسته هستین یا کارمند یا کارگر هستین، هر شرایطی که دارین، اصلا کار فنی تا حالا نکردین. ما دانشجو داشتیم توی 2 سال پیش، یه پیشگوشی تو دستش نگرفته بود، کارمند بانک بود. الان توی بهار و تابستون تقریبا بین 40-50 میلیون تومان و توی پاییز و زمستون از تعمیرات پکیج و آبدمکن بالای 80-90 میلیون تومان داره پول در میاره. کسی که یه دونه پیشگوشی هم تو دستش نگرفته بود و فقط با خودکار سر کار داشت. پس اگر شما هر شرایطی که دارین، مطمئن باشید من محمد کمکتون میکنم تا بتونید این مهارت رو یاد بگیرید. این دورم که رایگان داریم براتون میذاریم. این نکته دوم. نکته سوم چیه؟ شرط سنی نداره. شما سنت کمه، یه دانش آموز 16-17 ساله هستین، یک فرد میان سال هستین یا یک فرد بازنشسته هستین، همتون میتونین این کار رو انجام بدید. اصلا شرط سنی نداره. همون تعداد ساعتایی که وقت دارین در طول روز، یا کارمند هستین اصلا فقط پنجشنبه جمعه وقت دارین، اصلا مهم نیست. من بهتون در ادامه جلسات بهتون آموزش میدم که چطور بتونید راحت درآمد و حق خودتون از این شغل بگیریم. بچه‌ها مورد بعدیش این که پولش خیلی خوبه. بچه‌ها یه ساعت میری خونه مشتری کار انجام میدی، 2 میلیون تومان میگیری میای بیرون. چایت هم میخوری، آب میوه‌ت هم میخوری میای بیرون. نه تو پشت بوم میخوای بری، نه میخوای بری تو زیر زمین کار کنی. داخل خونه طرف میری، داخل آشپزخونه طرف کار میکنی، جای گرم و نرم، تو زمستون هم باشه گرم و نرمه، تو تابستونش هم باشه گرم و نرمه، کارت انجام میدی و میای بیرون. درست شد؟ پس حداقل میتونید ماهی 50 میلیون تومان پول در بیارین، به شرطی که جلسات کامل نگاه بکنید. بچه‌ها نکته بعدی اینه که آموزشش با من دیگه. قصه چی رو دارید میخورید؟ تعمیرات و نصب پکیج و آبدمکن رو تو این دوره من بهتون آموزش میدم. دیگه قصه چی رو میخورید شما؟ درست شد؟ پس با قدرت آموزش رو نگاه بکنید. مورد بعدی این که اصلا مغازه نمیخواد. یک کیف کوچولو میخواد تو دستتون بگیرین برین خونه مشتری. ابزار کار چندانی هم نمیخواد. نصف ابزارا رو همتون داخل خونه‌تون پیشگوشی انبار دست، 2 تا آچار،
اینا رو خودتون دارین، آچار فرانسه اینا رو خودتون دارین و بقیه رو من بهتون میگم که بخرید. در ادامه دوره بهتون میگم ابزار کار چی میخواد، آروم آروم میخرید و کارتون رو راه میندازین بچه‌ها. و مغازم نمیخواد، اصلا مغازه شما نمیخوای، تنها چیزی که میخوای یه گوشی موبایل میخوای برای اینکه با مشتری در ارتباط باشی که دارینمتون، دومیش هم که یه ابزار کاره، یه کیف ابزار داشته باشین، هیچ چیز دیگه نمیخواد. درست شد؟ اگر شما روزی 2-3 ساعت بتونی وقتتون رو خالی کنی، 2 ساعت مثلا بعد از راه 2-3 ساعت بتونی وقت خالی کنی، من بهت کمک میکنم ماهی 50-60 میلیون تومان پول در بیاری. اگر میتونی تمام وقتت خالی کنی، بهت کمک میکنم درآمد بالای 100 میلیون تومان رو تجربه کنی. در ادامه دوره کامل براتون توضیح دادم. نکته خاص دیگه هم بچه‌ها نداره و بقیه رو تو جلسه بعدی بهتون میگم، چون نکاتش اینجا یادداشت کردم که فراموش نکنم. خیلی دوستتون دارم. جلسه بعدی رو سریع ببینید.